سلام، به کانال من خوش اومدید. امروز میخوام یک کیک 8 قاشقی خیلی خوشمزه و جذاب یادتون بدم که فوق‌العاده بافت سبکی داره و خیلی هم راحت بدون فر آماده میشه. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. دو عدد تخم مرغ رو به همراه وانیل اینقدر میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. موقع زدن دور ظرف رو با لیستک تمیز میکنیم تا بوی تخم نگیره. به این شکلی که میبینید کشدار بشه و بعد روغن مایع، شیر، شکر رو اضافه میکنیم و کاملا هم میزنیم و بعد آرد و بیکینگ پودر رو از الک رد میکنیم و به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم. غلظت مواد اون باید به این شکلی که در تصویر میبینید باشه. به دلخواه میتونید از زعفران دم کردم استفاده کنید. زیر قابلمه‌ای میذاریم، ته قابلمه رو چرب میکنیم و مواد رو میریزیم. بعد از 40 دقیقه در قابلمه رو باز میکنیم، با خلال دندون امتحان میکنیم. اگر کیک به خلال نچسبید کیکمون آماده است. با عسل و کنجد روش رو تزیین میکنیم. اینم آماده شده یک کیک خوشبافت و بی‌نظیرمون. حتما درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.